اولین سوالی که ممکنه در اذهان شما کلخورانی ها شکل بگیره اینه که متولیان موکب شیخ کلخوران چه کسانی هستند؟ آقای حاج حسین باباپور کلخوران به عنوان بزرگتر ما و ناظر بر تمامی امور موکب، آقای بهنام تنهایی کلخوران با سابقه نزدیک به 15 سال حضور و خدمت در موکب‌های اربعینی به عنوان خادم اجرایات بخش عراق خدمت خواهند کرد و بنده سراپا تقصیر مهدی باباپور کلخوران خادم اجرایات ستادی، مالی، رسانه‌ای و کلیه امور مربوط به موکب شیخ کلخوران در ایران خواهم بود و ما 3 نفر هیئت امنا یا خادمین اصلی موکب شیخ کلخوران هستیم و خادمان دیگری از کلخوران بزرگ در اداره موکب ما رو همراهی خواهند کرد.